بازی اول با حسابی 3-1 جنبال شد در اون دیدار. فوتبالبازان ما با حسابی 3-0 در سال 2011 بود در هیئت منتخب تاجیکستان و مکنون این لگند فوتبال تاجیک بازی صدم خود را در هیئت منتخب تاجیکستان برگزار میکند و علاقه دارد و این باشد بازی صدم اتم نظرف در هیئت منتخب تاجیکستان است. خب این موضوع را علاقه بررسی کردیم و اکنون بیایید ما با هیئت اساسی منتخب تاجیکستان و با هیئت ذخیرویان متوجه بگردیم که به ما و شما اتم نظرف، امیربک جورابویف، پرویز عمربویف و محمد جان رحیمov. صدای که دوباره بلند میشود دوستان ارجمند و رقابت منتخب‌های تاجیکستان و هندوستان اکنون رسما آغاز گردید. هیئت علیشیر جلیلوف پرتاب کند ارسالی و داخل جریمه این وضعیت خوفناک است و توپ را از همین موقع دور میکند بازی میکند. یعنی کی اولین بار در هیئت اساسی وارد میدان میشود. ارسال با خط هجوم حمله خیلی خوب بازیگران ما ضربه و اینجا ناقدر مبارزه خوب بود بر مقابل احسان پنجشنبه از عقیب رو داشتند و اینجا فاروق حاجی قسم چودخری در نزد توپ ضربه و مشکلی جدی دوستان عزیز. فاروق چودخری در بازی گذشته به دروازه ما گل زده بود. این در خاطر شما است و پنجم رقابت میتوان البته در این گل اشتباهی رستم در آن طرف اتم نظرف قرار دارد. پاس خیلی عالی و بعد داخل جریمه امکانیت برای ضربه زنی ضربه و در خط دفاع چگونه بازی میکند داشت از پا نفتید. پاسیو احسان پنجشنبه احسان پاس با محمد جان رحیمov و محمد جان رحیمov نظر و پرویز جان عمربویف در نظر توپ ضربه پرویز جان عمربویف و با خط هجوم رفت و در شماره بازیگران ما را بیشتر نبود کند. اینجا پرتاب نوبتی با داخل جریمه پاس باقی به احسان پنجشنبه با توپ ارسالی و با کنار امکانیت برای ضربه زدن علی جان کرامت الله زاده از پا میافتد ولی کمی 11 محمد جان رحیمov کرامت الله زاده ضربه علی جان کرامت الله زاده ارسالی به کنار پرتاب زمینی با داخل جریمه و چگونه حالت خوب گلزنی پیدا خط هجوم و در اونجا صلاح‌الدین ارگشف خیلی خوب بازی کرد ضربه و دروازه‌بان از همین هیئت شندش جیلخان گذارنده است. پرتاب داخل جریمه ضربه نوبتی دستاورد که البته نامش را به صفحه تاریخ وارد کرد. پرتاب داخل جریمه ضربه گل هستند. پس به خط هجوم شیروانی محمد شایف مبارزه و قاعده بازی برای نشده است. میتونم برای ادامه داد شیروانی خیلی خوب شیروانی ضربه و توپ از حمله نوبتی فوتبالبازان ما توسط کنار این هجوم خیلی خوب جریان داره. شهرام سمیه پنالتی دوستان ارجمند 100% یا کارت زرد برای ریاکاری کارت زرد از این نوار بعد تنانوف خیلی خوب بازی کرد. سوال برای ضربه زنی خلای است امکانیت ضربه و این وضعیت برطرف شد. یک ضربه دیگر و چی است پنالتی بله پنالتی. اینجا توپ به دست فوتبالباز کشور هندوستان است و دوباره به نقطه ضربه 11 متره اشاره میکند. ویکرام پرتاب سینخ رسید در داخل جریمه گاه بابایف پنالتی برای منتخب تاجیکستان ضربه و گل. حساب رقابت دوستان ارجمند برابر می شود. برای دروازه‌بان یگان امکانیت نبود. این ضربه بود که آن را برطرف کردن غیر امکانی در همین موقع بازی کند. پرتاب بر داخل جریمه گاه صلاح‌الدین ارگشف امکانیت می‌یابد برای موقع ضربه زنی. ارگشف با توپ ارسال صلاح‌الدین ارگشف با داخل جریمه گاه شیرالدین بابایف میتواند توپ را دور به داخل جریمه گاه پرتابی و امکانیت از ضربه و تا هنوزم میتوان کوشش را ادامه داد و عدتنانوف ضربه زد ولی یک نفر را فریب داد. ارسالی با داخل جریمه گاه میتوان از اینجا ضربه زد ضربه و دروازه‌بان توپ را گرفتن. میتوانیم البته به غلبه هم برسیم در آخر رقابت. پرتاب داخل جریمه چگونه فرصت خوب و کسی نیست تا به توپ برسد و با همین داور صداش تکش را بلند میگرداند.
خب این البته شاید آن فوتبال نبود که ما انتظار بودیم. دوستان منتخب تاجیکستان با هر یک بازیگری که در هیئت این تیم است که در بازی نوبتی بازی بهتر نشان خواهند داد و علاوه خصوص در مرحله فینالی جام آسیا 2027 که اونجا البته از همه مهم است نتیجه و بازی خوب را نشان دادن. یک بر یک دوستان ارجمند و در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. گلروز خانم درزاده امروز با شما تماشا کردم. خیرتان سعادت و پیروز باشید.